آقا چه خبر؟ مخلصم. ماشاءالله به انرژیت. چاکرم. انرژیت خیلی زیاده. الان رو این صندلی نمیدونم چیکار کنم. میدونم اصلا به خدا چیزی هم مصرف نمیکنم. همینو میخواستم بپرسم. طبیعیه. طبیعیه همش. طبیعی. خیلی هم عالی. من به دنیا آمدم، حالا بابام دکتر تو گاز گرفتی. نه، تا به دنیا آمدم پرستارا رو زدم. نمیذاشتم نافو ببرن. آخر خودم قیچی گرفتم بریدم، با پای خودم اومدم بیرون. واقعا پر انرژی و چاکر. شما لطف دارید به من. درجه یکی. ما کوچیک شماییم. فعالیت دیگه چی؟ یعنی مثلا کار ثابت و مشخصی؟ هیچی نداشتم از اول زندگی. هیچی. یعنی اگه با این کار نمیشدم واقعا نمیدونم تکلیفم چی بود. هیچی اصلا. و همه دوستانن؟ بله بزرگوار. نسبتی هیچ کسی با نسبتی کسی هم نداره؟ نه هیچی. خیلی هم. شبا که جمع میشین دور هم چیکار پلی استیشن بازی میکنیم. واقعا؟ بله. نه خب دوستان که میان امیدوارم. یا فیلم میبینیم، چون خودم خیلی فیلم دیدن رو دوست دارم، و یا دیگه تفریحمون واقعا با بعضی از این دوستان بازی پلی استیشن، فوتبال، 2-2. خیلی هم کری میخونیم. فقط همین. آقای مدیری تا نبره نمیذاره بریم خونه، یعنی 3 صبح باشه در قفل میکنه تا نبره نمیذاره. دفعه آخر باختم، پا شدم در رو قفل کردم، کلیدو انداختم اونور. اینقدر بازی کردیم تا بردم در رو وا کردم. حالا نه یه جور دیگه است. اینقدر بازی کردن و باختن که بذاری برن. بله. نه اینکه تو بردی. باختن که برن خونهشون. یعنی من باشم میبازم میزم تو اوت. صبح کار زندگی چه برم بخوابم. من باید ببرم، میدونم خودشون میدونن. نمیدونم چرا الکی میبرن. در واقع اینا میبازن. آره من کاری نمیکنم. آره تو کار خاصی نمیکنی.